سلام، وقتتون بخیر. نمیگم امیدوارم حالتون خوب باشه، به خاطر اینکه با وجود این همه موضوعات ناراحت کننده، عصبی کننده، ناامید کننده و مشکلات اقتصادی فراوون، خب من بهتره که بگم خسته نباشید تا اینکه بگم امیدوارم حالتون خوب باشه. به جاش میگم خسته نباشید و امیدوارم حالمون بعدها یا به زودی با همدیگه خوب باشه، بدون موضوعات ناراحت کننده، عصبی کننده، بدون اینکه تحت فشاری باشیم و بدون اینکه مجبور باشیم ناامید باشیم به بعضی مسائل. من امروز این ویدیو رو به عنوان اولین ویدیویی که از موضوعات سیاسی تا به حال ضبط کردم ضبط میکنم که ارج بنهم و ارزش بدم و دین خودم رو ادا کنم به تصویری که چند روز هست که در فضای اجتماعی وایرال شده از مردی که در ایران جلوی سربازها و اسلحه هاشون و وسایل نقلیه‌شون میشینه روی زمین و از جاش تکون نمیخوره و هیچ چیز نمیتونه اون مرد رو تکون بده و هیچ کس حتی جرأت نزدیک شدن به اون مرد رو هم نداره. درسته که این تصویر بسیار وایرال شد در فضای مجازی، اما به نظر من اونطور که باید به این تصویر ارج داده نشد و حق مطلب در مورد این تصویر ادا نشد. من بعضی جاها دیدم که این تصویر رو با مرد تانکی چینی مقایسه کردن، هم در فضای به اصطلاح هم در خارج از کشور هم در داخل کشور. گاهی اوقات من دیدم که بعضی افراد این مقایسه رو انجام دادن، اما خب به نظر من حق مطلب خیلی ادا نشد و اینکه چرا اینقدر این قیاس مهم هست و اینقدر این تصویر مهم هست رو خب بهش پرداخته نشد. من این فرد رو، این مرد عزیز و ارجمند رو به اصطلاح خودم مرد تانکی ایرانی اسم میذارم، اینجوری صداش میزنم. چرا؟ بیاید در ابتدا تصویر مرد تانکی چینی رو ببینیم. این تصویر و ویدیو مربوط به این تصویر درست فردای روزی گرفته شد که حکومت چین تظاهرات دانشجویان رو در سال 1989 به شدت سرکوب کرد و خب هیچ فیلم و عکسی از اون دوران متاسفانه وجود نداره. خب بعضی ها حتی هزاران نفر، 10,000 نفر گفتن تلفات این موضوع رو، این سرکوب رو، و همین که ما میبینیم که صبح روز بعدش تانک ها، صفهایی از تانک در شهر در حال حرکت هستن، نشون دهنده اینه که چقدر این سرکوب شدید و بیرحمانه بوده. در این ویدیو مرد تانکی چینی جلوی تانک ها میسته و تانک ها اون رو تهدید میکنن به اینکه اون رو زیر بگیرن یا به شلیک بکنن، اما خب مرد تانکی هیچ واکنشی که مبنای که نشون دهنده ترس یا کم آوردن باشه خب از خودش نشون نمیده و حتی در انتهای ویدیو اگر که سرچ بکنید میره بالای تانک، یعنی برای اینکه نشون بده به هیچ وجه حاضر نیست از این موضع، از این کار درست که به نظرش رسیده کوتاه بیاد، حتی میره بالای تانک، در حال که همه ما میدونیم که سربازها دستوراتی دارن که اگر شما بخواید تعرضی به ابزار اونها بکنید، به اسلحه های اونها بکنید، در مأموریت اونها تداخل ایجاد بکنید، خب این میتونه برای فرد تداخل ایجاد کننده بسیار خطرناک باشه. اما خب این مرد این کار رو انجام داد و این تصویر و این ویدیو مربوط به این تصویر تبدیل شد به یکی از وایرال ترین تصویرهای تاریخ و یکی از نمادین ترین تصاویر سیاسی که به نظر من تا به حال در جهان گرفته شده. و حالا بیایید نگاهی بندازیم به تصویر معترض ایرانی که در مقابل سربازان بی‌رحم، اسلحه های بی‌رحم، دستورات بی‌رحم
و وسایل نقلیه‌شون وسط خیابان تنها به صورت واقعا ناراحت کننده و غم انگیز و ناامیدی نشسته روبروی اینها و یک صحنه خارق‌العاده رو ثبت کرد که به نظر من این تصویر هم به اندازه تصویر مرد تانکی چینی تصویر مهمی هست، تصویر نمادینی هست، مفاهیم بسیار رو در خودش جای داده و این تصویر هم حالاها به نظر من باقی خواهد بود. حالا بعد از اینکه تانکمن چینی و تانکمن ایرانی رو حالا با هم دیدیم، من اگر بخوام که این دو تصویر رو در یک پوشه قرار بدم، در یک دسته قرار بدم، در ابتدا نام اون دسته رو میذارم پدیده‌های نمادین. در ابتدا چرا یک پدیده هست این تصویر؟ یک تصویر میتونه پدیده باشه یا اون فرد، که به نظر من تصویر بسیار مهمتر از اون فرد هست. این تصویر یک پدیده اجتماعی هست، به خاطر اینکه در مورد اون اجتماع و اون کشوری که این اتفاق درش در حال رخ دادن هست اطلاعات جالبی رو به ما میده، اطلاعات خاصی رو به ما منتقل میکنه این تصویر. 4 تا پیام رو این تصویر به نظر من منتقل میکنه که این تصویر رو در اذهان مردم ماندگار خواهد کرد. پیام اول این هست که این تصویر به ما نشون میده که در بعضی جوامع شرایط شهروندان رو، انسانها رو در بعضی جوامع به مرحله‌ای میرسونه، به حدی میرسونه که جنگیدن و مقاومت کردن از خود جان آدمیزاد اهمیت بیشتری پیدا میکنه. که خب این یک موضوع واقعا پیچیده، غم‌انگیز، غیر انسانی، غیر اخلاقی و یک موضوعی که قلب انسان رو واقعا به درد میاره. چرا؟ به خاطر اینکه جنگیدن اساساً برای بهتر کردن شرایط هست، برای بهتر کردن زندگی، برای بهتر کردن شرایط زندگی. انسان به جنگ میره، انسان مقاومت میکنه برای انسان بهتری شدن، برای جامعه بهتری شدن، برای زندگی بهتر. اما خب زمانی که شما مرده باشید، زمانی که تیری در مغز شما رفته باشه، این جنگیدن دیگه نمیتونه زندگی شما رو بهتر بکنه و این خیلی غم‌انگیزه و معنادار شدن و بهتر شدن زندگی یک فرد یا یک فردی در یک جامعه با شرایط خاص وابسته می شود به اینکه بشینه جلوی تفنگ و شاید یک تیر تو مغزش فرو بره. یعنی اون فرد اونجا میشینه، اون مرد تانکی که جلوی تانک میسته، بالای تانک میره، اون هر لحظه ممکنه بمیره، به خاطر اینکه این موضوع واقعا بسیار قریب الوقوع هست. اما خب این جامعه ای هست که گاهی اوقات جنگیدن از زندگی کردن ممکن هست که مهمتر بشه. گرچه من خودم شخصا برای جان آدمیزاد و خون آدمیزاد که به زمین نریزه خیلی اهمیت قائل هستم. از همه چیز مهمتر جان آدمیزاد هست، از همه چیز مهمتر جان شهروندان هست، از همه چیز مهمتر به اصطلاح همون سیفتی، اطمینان سیفتی هست و اطمینان مردم از اینکه جانشون در خطر نیست. اما خب متاسفانه در ایران این اتفاق نمیفته. و مورد دوم که این تصویر به نظر من به مخاطب منتقل میکنه، پیام دوم در مورد اجتماع، این هست که در بعضی جوامع، حالا ورای موضوع جنگیدن، در بعضی جوامع شما برای شنیده شدن، انتقال پیامی که مد نظرتون هست، برای اینکه بفهمونید به چه چیزی نیاز دارید، برای اینکه بفهمونید به
افرادی که اثرگذار هستن که چه بلایی دارن سر شما میارن، برای اینکه این موضوع رو منتقل بکنید متاسفانه باید کاری کنید که خون شما رو به زمین بریزن. متاسفانه باید جان خودتون رو قربانی بکنید که این هم باز ناامید کننده و واقعا افسرده کننده است که جامعه‌ای به این مرحله برسه. و من به این مرحله رسیدن جامعه ایران رو مقایسه میکنم با فرهنگ عاشورایی که خود همین حکومت و همین مردمانی که شاید این حکومت رو هنوز حمایت میکنن، شاید هنوز پشتش هستن. این همون اتفاقی است که یزیدیان با حسین ابن علی رقم زدند. یعنی افراد مذهبی، افراد شیعه، افرادی که آرمانگرا هستند باید به این موضوع توجه بکنند که زمانی که شما مجبور میشوید برای اینکه شنیده بشید، برای اینکه اعتراض خودتون رو، حق خودتون رو بخواید منتقل بکنید به فردی یا به افرادی یا به جامعه، یا اینکه بخواید حتی به خاطر شخصیت والای خودتون بخواید حقتون رو به هر قیمتی ازش نگذرید، باید جانتون رو فدا کنید، باید اجازه بدید که آنها شما رو مسله بکنند، هر کاری دوست دارند با شما بکنند، همونطور که در ایران این اتفاقها میفته. و اینها تمامشون همون داستانی هست که این مردم اگر هنوز گاهی اوقات به این فکر میکنند که به خاطر آرمانها باید از این شرایط راضی باشن یا به این شرایط تن بدن یا با این شرایط حتی همراهی بکنن، باید متوجه این موضوع باشند که این جامعه انسان رو به مرحله رسونده که برای شنیده شدن، برای انتقال پیام باید خون خودش رو بر زمین بریزه. مورد سوم این هست که گاهی اوقات در جوامع انسان برای حفظ انسانیت خودش، حفظ هیومانیتی خودش، برای اینکه این قبلا هم منشن کردم این موضوع رو زیاد بهش نمیپردازم، اما خب گاهی اوقات انسان برای انجام دادن کار درست، برای اینکه با وجدان زندگی کرده باشه، گاهی اوقات باید کار درست رو انجام بده. و گاهی اوقات کار درست میتونه همین نشستن جلوی قاتل باشه. خب در اون تانکمن چینی، اون مردی که جلوی تانک ها میسته، خب اون تانک ها چی هستن؟ اون تانک ها فرستاده شدن که با چند تا دانشجو مقابله بکنن، برای سرکوب چند جوان تانک میفرستن. و در ایران هم واقعا اینجوری است که شما اگر بخواید این کار درست رو، این مقاومت رو انجام بدهید، خب اونها ممکنه که واقعا شما رو بکشن. و این یک موضوعی است که اصلا نه اطلاق شده است و نه شوخیه و نه هیچی. خب این همه آدم در حال اعدام شدن هستن، این همه آدم زندان‌های طولانی میرن بعد اعدام میشن، این همه آدم در خیابان‌ها تیر میخورن و کشته میشن. که خب من خودم مخالف این موضوع میتونم بگم هستم، به خاطر اینکه میگم جان آدمیزاد، خون آدمیزاد نباید بر زمین بریزه. اما زمانی که هیچ کس انسانیت شما به کار درست اهمیت نمیده در سطوح بالاتر، خب داوری این موضوع سخت میشه. و من به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم که اون فردی که اونجا نشست جلو تانک رفت و یا افرادی اینچنینی که آدمای شریف بسیاری هستن رو من به هیچ وجه مورد داوری قرار نمیدم. مورد آخر و چهارم هم این هست که چقدر یک جامعه، یک فرد در یک جامعه، یک شهروند میتونه به کلافگی رسیده باشه یا دسپریت شده باشه، کلافگی تمام رسیده باشه. به خاطر اینکه ببینید زمانی که اون گازهای اشک‌آور، اون اسلحه ها، اون موتورها، اون افراد زره پوش، تمام اینها زمانی که اینها جلوی شما ظاهر میشن، خب یک نابرابری قدرتی به وجود میاد. خب انسان معمولا برای نجات جان خودش خب از این موضوع فرار میکنه. اما خب
انسانی که فرار نمیکنه یک پدیده اجتماعی است. زمانی که شهروند به مرحله میرسه که فرار کردنش چیزی رو بهش ارائه نمیده، فراری همیشه به دنبال چیزی هست که میدونه، یعنی آدم از زندان فرار میکنه میدونه که دنبال آزادی هست، اون 4 دیواری دورش رو میتونه بزرگتر بکنه، میتونه از 4 دیواری زندان وارد 4 دیواری شهر، یک روستا بشه. هر فراری یک سرپناهی رو متصور هست برای خودش. خیلی ها ممکنه به اون تصورشون از اون سرپناه و اون اتفاق خوب هم ممکنه نرسن حتی، اما خب لااقل اون تصور رو دارن. اما انسانی که فرار نمیکنه از تفنگ، انسانی که فرار نمیکنه از زوری که ممکنه واقعا اون جونش رو بگیره، نشون میده که یک انسان به کلافگی محض رسیده. یک جامعه، یک حکومت تونسته که شهروندان خودش رو، عزیزان خودش رو، هموطنان خودش رو، کسانی که باید به اونها خدمت بکنه رو به کلافگی برسونه که فرد با خودش میگه من نه کسی رو دارم که اگر فرار کنم وضعیت من خیلی بهتر خواهد شد، منو نجات خواهد داد، نه جایی رو دارم و نه چیزی رو دارم که براش فرار بکنم. و چرا حالا من گفتم که این یک پدیده اجتماعی نمادین هست. پدیده اجتماعی بودنش رو توضیح دادم با چیزهایی که به ذهن خودم میرسید که چرا که این چه اطلاعاتی، این تصاویر از اجتماعی که اون اتفاق درش رخ میده به ما منتقل میکنن. حالا چرا نمادین هست، سیمبولیک هست؟ این سیمبولیک و نمادین هست به نظر من چون در ابتدا خب قهرمانانه هست. حالا من میخوام اینو بررسی کنم که چرا این یک عمل قهرمانانه بود. این تصویر یک تصویر قهرمانانه است، به مانند یک مجسمه قهرمانانه که شما میتونید در تمام جهان به نمایش بذارید. داستانی قهرمانانه‌ای که هر کس تصویرش رو ببینه اون در یادش خواهد موند و این رو درک خواهد کرد، میزان بزرگی این تصویر رو. چیزی که باعث میشه که قهرمانانه بودن این تصویر به اذهان منتقل بشه و این پیام به اذهان مخابره بشه اینه که نابرابری قدرت در این تصویر بسیار آشکار است. قهرمانان معمولا افرادی هستند که ورای قدرت بشری، ورای منطق بشری عمل میکنند. برای مثال آرش کمانگیر خب قهرمانی هست که همه ایرانی ها ما اونو میشناسیم، همیشه یک قهرمان بوده به خاطر اینکه زمانی که میخواست اون تیر رو از کمانش رها بکنه برای کشورش وظیفه‌ای داشت و این وظیفه رو، اهمیت این وظیفه رو خیلی خوب درک کرد و جانش رو پای اون تیر گذاشت و اون تیر ورای منطق انسانی پرتاب شد. اون تیر ورای رنجی که یک انسان، یک منطق انسانی میتونست تصور بکنه، اون تیر به حرکت در اومد و به زمین نشست و اثری از خودش باقی گذاشت که دیگران تا سالیان سال میتونستن به اون افتخار بکنند و اون رو برای تعریف ملیت خودشون، برای تعریفی از اون رو استفاده بکنند به عنوان یک تعریفی از ایرانی بودن، به عنوان تعریفی از زندگی در این جامعه، به عنوان تعریفی از مسئولیت پذیری. قهرمان ها این گونه شکل میگیرن و خب همین هست که نابرابری قدرت خیلی موقعها اثرگذار هست در پیام قهرمانانه مخابره کردن. و ما هممون به طور قطع با دیدن این تصاویر، یک مرد جلوی تانک، یک مرد جلوی اسلحه ها، جلوی سربازان بیره، جلوی دستورات بیره، ما هممون متوجه میشیم که چقدر این نابرابری قدرت خب واضح است. منطق انسانی حکم میکنه که اون فرد ضعیفتر بازنده هست، انسان در مقابل تفنگ، در مقابل اسلحه. حالا اتفاقی که میفته اینجا اینه که
اسلحه ها، سربازها بازی رو به یک انسان با دست خالی میبازن. به خاطر اینکه درسته که انسان در مقابل اسلحه بی‌دفاع هست، انسان در مقابل سرباز و تانک و تفنگ و دودزا انسان موجود بی‌ارزش و ضعیف هست در مقابل اینها، اگر بخواد با اینها سرشاخ بشه با دست خالی. اما در این موارد اون انسان هست که پیروز میشه در مقابل اینها، به خاطر اینکه زمانی که انسان جلوی تانک قرار میگیره، زمانی که انسان میشینه جلوی اون سربازها با اسلحه هاشون، این انسان تبدیل به یک مفهوم میشه و مفاهیم تیر نمیخورند، مفاهیم نمیمیرند، مفاهیم هیچ وقت به زانو در نمیآیند. اون انسان، اون تصویر یک مفهوم هست. برای همین هست که در این تصاویر میبینید که اون تانک با اینکه دستور دارد، با اینکه راننده اون تانک ممکنه که مجازات بشه به خاطر اینکه از روی اون فرد رد نشده. اون موتورهایی که در خیابان‌های تهران، اون سربازها با اون دستوراتی که داشتن، اینها باید یک کار رو انجام میدادن، اما میبینید که این فرد اونجا نشسته و اونها واقعا نمیدونن باهاش چی کار کنن. خیلی هاشون بهش نگاه میکنن، خیلی هاشون با هم حرف میزنن، میگن با این چی کار بکنیم. زمانی که تهدیدش میکنن، اون فقط پاپشلش رو میکشه روی سرش تا دود توی چشمش نره. اون میخواد اونجا بشینه، به خاطر اینکه کار درست اینه که اونجا بشینه یا جلوی اون تانک بیسته. و میبینیم که نه جرئت میکنند بهش تیر بزنند، نمیتونن بهش نزدیک بشن، نه تا بعضی هاشون میتونند چشم از اون بردارند، به خاطر اینکه اون دیگه یک گوشت و سخون نیست، اون یک مفهومه. مفاهیم رو نمیشه کنار زد، مفاهیم رو نمیشه بهش تیر زد. ما هممون همیشه دوست داریم که تعریف بسیار خوبی از مفاهیم ارائه بدیم. مثلا یک انسانی خیلی براش شجاعت مهمه، اما خب این با صحبت کردن که ما همیشه نمیتونیم شجاعت رو توصیف کنیم. اصلا برای همینه که مدیا، عکس ها، ویدیوها، کلیپ ها، اینها اینقدر برای انسان مهم هستن. سینما اینقدر برای انسان مهمه، عکس برداری اینقدر هنر واقعا ارجمندی هست، برای اینکه مفاهیم رو لحاظ بصری به صورت خیلی روشن‌تر و بهتر به انسان منتقل میکنن. و حالا ما اگر بخوایم این اعتراض مردم، اگر بخوایم این وضعیت در جامعه، اگر بخوایم آزادی خواهی، اگر بخوایم کلافه شدن، اگر بخوایم وضعیت بد جامعه، وضعیت نفرت انگیز جامعه رو بخوایم به نمایش بذاریم، خب چه چیزی بهتر از یک مدیا، چه چیزی بهتر از یک تصویر میتونه این رو به نمایش بذاره. برای همین هست که این تصویر، حالا توضیح من کامل شد در مورد اینکه این تصویر یک پدیده اجتماعی نمادین هست و پدیده اجتماعی نمادین همیشه در یادها میمونه. و اما خب من ندیدم که راستش کسی بیاد و توضیح قابل توجهی از این تصویر ارائه بده یا این رو خوب شرح بده یا ارج به نهه به اندازه کافی این تصویر رو. با اینکه من میدونم همه ما از این تصویر خیلی خوشمون اومده بود و این تصویر واقعا ما رو تاچ کرد، قلب ما رو، احساسات ما رو تحت تاثیر قرار داد. بعد برای کانکلوژن و نتیجه پایانی این ویدیو هم بگم که حالا چرا به نظر من این تصویر برای همیشه باقی خواهد موند. دو دلیل من به عنوان نتیجه گیری میگم که چرا این عکس در اذهان ما میمونه. ابتدا این که آزادی و آزادگی خب برای همه ما اهمیت ویژه‌ای داره. تمام انسان ها، مگر اونهایی که خودشون آزاد هستن و آزادی دیگران رو سلب میکنن، به جز اونها
آزادگی و جنگیدن برای این موضوع برای همه ما بسیار مهم و حائز اهمیت هست و تمام انسان ها زمانی که این رو ببینند ارزشش رو متوجه میشن. و اینکه ما انسان ها، ما ایرانی ها، ما مردمان که در این جهان عجیب و غریب زندگی میکنیم، برای اینکه بتونیم پیام خودمون رو ثبت کنیم، پیام خودمون رو رکورد بکنیم، اتفاقی که بر سر ما اومده، چیزی که بر ما گذشته، جامعه‌ای که بر ما تحمیل شده رو ما بتونیم توضیح بدیم یا برای آیندگان به یادگار بذاریم، ما نیاز به یک ابزاری داریم، ما نیاز به یک چیز روشن داریم که این پیام رو باش منتقل بکنیم. چون اگه این عکس نبود، من این ویدیو رو ضبط می‌کردم، این پیام اصلا بورینگ میشد، این پیام به درد نمیخورد، این پیام کسی بهش توجه نمیکرد. خودم هم حتی اصلا حاضر نبودم بدون این عکس بخوام در مورد این مفاهیم صحبت بکنم. و این هست که انسان رو به وجد میاره و در یادگار انسان میمونه، به خاطر اینکه عکس میتونه این کار رو برای انسان بکنه. چیزی که انسان میبینه، انسان در نهایت یک موجود تجربی هست در لحاظ شناختی، من معتقدم. و این همون معجزه‌ای هست که همه ما با چشم خود دیده ایم و چیزی نیست که به ما از داستان‌ها رسیده باشه یا ما ندیده باشیم. این معجزه دوران ما هست، این مفهوم دوران ما هست، این جامعه ما هست که ما میتونیم ببینیمش و در موردش صحبت بکنیم. ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین و خدا نگهدارتون.